سلام، برنامه رو من مومین احمدی از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. در این برنامه آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما می شود. امروز 17 مارس است. سرخط خبرها. امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. از احوال مهاجران هم صحبت کردند یا نه؟ امریکا اعلام کرد که تا زمانی حوثی‌های یمن به کشتیرانی در بحر سرخ مانع می‌شوند، حمله ها علیه آنها ادامه خواهد کرد. سیل در کلاب ده‌ها خانه ساکنان را خراب کرده است. آسیب دیدگان نمی‌دانند چیکار کنند. کودکامون در بالای بوفه جو کرده. کودکای 6 ماه در دستمون. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که با سفر رسمی در مسکو قرار دارد، روسیه را شریک مهم نامیده گفته است. همکاری ها با این کشور در حال رشد و گسترش است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که گردش مال میان دو کشور سال گذشته به 1.5 میلیارد رسیده است. امامعلی رحمان شام 16 مارس بر روسیه رفت. پیشتر کرمل گفته بود که دو طرف موضوعهای وابسته به رشد منبعی مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه، همکاری‌های استراتژی و مشکلات منطقه را بررسی می‌کنند. امضای چند سند هم در نظر است. روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان است که با مشکلی زیادی در این کشور روبرو هستند. هنوز معلوم نیست که مشکل مهاجران در این ملاقات مطرح می‌شود یا نه. مقامات رسمی در کلاب ضرر و پیامدهای سیل را ارزیابی دارند که شب 15 مارس به ده‌ها خانه در شهر آسیب رساند، بخصوص به خانه‌های مردمی کم بی‌زائد و دستنگر که حالا نمی‌دانند از کجا پول یابند و خانه‌های نیم ویرانه و نم کشیده را تعمیر کنند. محمود جان رحمتزاده از احوال چندی از مردمی آسیب دیده خبر گرفت. باران ناگهانی و دوامدار شب 15 مارس در کلاب به سیل تبدیل یافت. آن شب خانواده بیبی گلما واحدова با صدای رعد و برق بیدار شدند. دیدند که مجرای آب وارد خانه‌شان می شود. سیل اومد که گپ درنو خونه همه لغت کرد. چیکار کنیم اینا؟ حمله کردم در اومد. سیلی که در سیلی نمی‌سانگوری اومد. ای پات می‌دیدیم که رفته بیشتر. سیل به همه چیزی خانه گلما واحدова آسیب رسانده است. اهل خانواده میگویند حالا نمیدانند چی خیل زندگی کنند. ساکنان گذر نورالله وایدلوف میگویند که چنین آفت را یاد ندارند. اهل خانواده رعنا براتوا را کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر بیرون آوردند. شغلم سخت ساعت‌های یک شب همین خانه را سیل زد. کودکامون در بالای بوفه جو کرده. کودکای 6 ماه در دستمون. کودکا را در بالای بوفه جو کرده. MTS خدا برکت دخمو آمد. MTS آمد ما را تریزه گرفت برو آورد. برای تا اومده نشید. آفت طبیعی شب 15 به بیشتر ساکنان گرد و اطراف کلاب زیان رسانده است. حالا در خانه رعنا براتوا چیزی نیست که از سیل آن شب آسیب ندیده باشد. این خانه تای آغلای نه قالین مان نه کورپاچمان نه بالیش مان همه چیز آب کشید دیگ گاز همه چیز کشید برد آب. حالا مقامات پیامد سیل را بررسی میکنند. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر کلاب گفتند سیل به ساکنان دهه‌های آفتابلیقا، سنگپر، نورالله وایدلوف، عمری خیام و چرمگران ضرر رسانده است. به معلومات آنها حادثه تلفات جانی نداشته است. این بار اول نیست که در کلاب ساکنان از سیل آسیب می‌بینند. حالا دقیق معلوم نیست که خسارات سیل شب 15 مارس چقدر است و چگونه برطرف خواهد شد. رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است تا زمانی که حوثی‌های یمن مانع حرکت کشتی‌ها در بحر سرخ می‌شوند، عملیات ضد این گروه ادامه خواهد کرد. حوثی‌های یمن که از جانب ایران پشتیبانی می‌شوند، پس از حمله‌های آمریکا اعلام کردند که انتقام می‌گیرند. روز 15 مارس ایالات متحده آمریکا حمله به حوثی‌های یمن را آغاز کرد. کیومرث سیاتا گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. جای حمله امریکا به شورشیان حوثی در یمن. ساکنان تلاش دارند
که زنده مانده ها را از زیر ویرانه ها بیرون کنند. وزارت تندرستی حوثی های یمن گفت که در این حمله ها 31 کس کشته شد. این حمله بزرگترین امریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید تا زمانی که حوثی ها مانع کشتیرانی در بحر سرخ میشوند حمله دوام خواهد یافت. لحظه که حوثی ها گفتند به کشتی و هواپیماهای شما حمله نمی کنیم عملیات قطع می شود وگرنه به ایست ادامه می دهیم. سخنگوی ارتش حوثی ها اعلان کرد که ناو هواپیمابر امریکا و کشتی های جنگی این کشور در بحر سرخ با موشک های دورپرواز و بی سرنشین ها حمله کردند. پنتاگون به این ادعا هنوز واکنش نکرده است. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه نواری را نشر کرد که هواپیماهای جنگی ایالات متحده از مکان نامعلوم پرواز کرده به هدفها ضربه میزنند. مسکو از واشنگتن خواسته است که این حمله ها را بس کند. حوثی ها هفته گذشته اعلان کردند که اگر اسرائیل راه یاری بشردوستانه را به غزه باز نکند به کشتی های این کشور در بحر سرخ حمله می کنند. این گروه با پشتیبانی از فلسطینیان از ماه اکتبر سال 2023 اعلان کرد که به کشتی های مربوط به اسرائیل حمله می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست که از پشتیبانی حوثی های یمن دست کشد وگرنه جواب خواهد داد. ایران حمله های آمریکا را محکوم کرد و سپاه پاسداران این کشور گفت که حوثی ها خودشان تصمیم می گیرند که چی کار کنند. در تاجیکستان سر از 1 اپریل قیمت نیروی برق بالاتر می رود. قرار در این باره روز 17 مارت در نشریه جمهوریت منبر رسمی حکومت نشر شد. من بعد و سر از اول ماه آینده ساکنان برای هر کیلووات ساعت نیروی برق بیش از 35 دیرم خواهند سپرد که تقریباً 5 دیرم زیادتر به قیمت پیشین است. در مؤسسه های دولتی و کارخانه های استحصالی قیمت نیروی برق فرق می کند و بلندتر است و می تواند تا مرز 81 دیرم برسد. بر اساس این قرار کارخانه های عظیم و مثل تلک و نیروی برق را با قیمت ارزانتر می گیرند. دادن امتیاز به شرکت های علاهیده در تاجیکستان یک موضوع بحث برانگیز است، چون میگویند بسیاری از صاحبان این شرکت ها یا از اطرافیان رئیس جمهور امامعلی رحمان و یا از خویشاوندان او هستند. یک مادر تنها از واسه می‌خواهد حکومت تاجیکستان در تربیت کودکانش با او کمک کنند تا سرنوشتی تلخی او را نداشته باشد. مراجعتش هم این است که 2 طفلش را به اینترنت بگیرند تا تواند پول یافته آنها را درست تربیت نماید. برات یوسفی گزارش می‌دهد. بدخشان سفرова ساکنی 30 ساله ناحیه واسه می‌خواهد 2 فرزند خردسالش را به یتیمخانه یا اینترنت بسپارد. او از شوهر جدا شده است و میگوید و تنهایی نمیتواند هم کار کند و هم فرزندانش را نگاه بین. این تصمیم بدخشان تنها به خاطر تحصیل کردن فرزندانش است و نمیخواهد از بحر آنها گذرد. ایوتاشون جدا هستند. من میخوام که همه در اینترنت سپارم. ایوداشون نمیبرم. میخوام فقط مکتب روم باید بخونن. موارد عذاب نکشن. من عذاب کشتگیم نمیخوام عذاب کشن. ایورا مادرم نگاه میکرد. وقتی که مادرم گذشت من ایورا دیگه نگاه کردن نمیتونم. کار برم یا به تربیت میمونن، به نگاه بین میمونن. میخوام که یا فقط بخونن. میخوام که ایورا برن در اینترنت بسپارن. بدخشان میگوید پدر فرزندانش زن گرفت و برای هر فرزندش ماهانه 125 سومانی الیمنت میدهد. پدر آماده است تربیت فرزندان را بر ذمه گیرد، ولی شرط گذاشته است که مادر باید از بحر فرزندان خود گذرد. 125 من 150 سوم دایم ما الیمین میگیرم. انا بخواهم میپرتای نخواهم میپرتای هر باری که من زنگ بزنم برای الیمین مرا حقارتی هم تری به معنیگی میکنه مرا دشنو میتیا. نمیپرتای واسه خبرشون نمیگیرم، من رایشون میکنم قبولشون نمیکنه. با میگم گودکو را بگی زوری من نمیرسه و قبول نمیکنه گودکوشا. میگن نه نمیگیرم بردای بگی خودت نگاه بینشون کن. بدخشان با فرزندانش در شهر دوشنبه در یک حجره اجاره در شرایط نه چندان خوب زندگی دارد.
او مکتب نخوانده است و سواد هم ندارد. از این رو نمیداند که چگونه باید حجت جمع آوری و به کجا مراجعت کند. در وزارت معارف تاجیکستان گفتند طبق نظامنامه کودکان به یتیمخانه قبول میشوند که یتیم کل یا نیمه یتیم هستند و بدخشان هم در حال میتواند فرزندانش را به یتیمخانه سپارد که رسما از آنها دست کشد، کاری که بدخشان آن را نمیخواهد. در اینجا کودکان یتیم سن سالشان از 2 ماه تا 7 ساله، کودکان از خانه‌های کودکان نوزاد، دیگر کودکان امکاناتشان محدود، همچنین کودکانی که با قرار سود پدر یا مادر آنها از حقوق پدر مادری محروم کرده شدند. پاشخوری اویله‌ها و محروم شدن فرزندان از تربیت یکی از والدین سال‌هاست که از موضوع‌های نگران کننده در جامعه تاجیکستان است. سال 2024 در تاجیکستان 9000 اویله از هم جدا شدند. به اطلاع مقامات تنها در سال 2023 در پی جدا شدن اویله‌ها در تاجیکستان حدود 11000 کودک نیمه یتیم ماندند. یعنی هر روز 28 کودک از تربیت و آغوش گرم پدر یا مادر محروم شدند و برای مادر یا پدر تنها امکاناتی به پرورشگاه یا اینترنت دادن کودکانشان موجود نیست. اتحادیه اروپا آخر هفته گذشته با امضای یک سازشنامه عهد داد که به تاجیکستان برای کم کردن تلفات نیروی برق و فایده آور ساختن پخته پروری با ارزش 40 میلیون یورو کمک میکند. نسبی زیادی از این پول برای کاهش تلفات برق در شبکه‌های فرسوده و 18 میلیون یوروی آن برای کمک به پخته پروران خرج می شود. جزئیات دیگر در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف. با گفته یوزف سیکلا، کمیسر اتحاد اروپا در بخش همکاری‌های بین المللی با آسیای مرکزی، این یاری مالیوی، استواری، گزارش به اقتصاد سبز و ثبات اقتصادی تاجیکستان را تقویت خواهد داد. By reducing electricity grid losses and improving با کاهش دادن تلفات شبکه و بلند برداشتن ثمرانگی انرژتیکی ما نه تنها خراجات نیروی برق را برای خانواده‌ها و صاحبکاران کاهش می‌دهیم، بلکه این چنین راه را برای سرمایه‌گذاری به انرژی برقرار شونده می‌کشاییم که آینده تاجیکستان است. ساحه پخته تاجیکستان در اقتصاد کشور، تامین جای‌های کاری و بلند برداشتن رشد صنعت نساجی و صادرات نقش مهم می‌بازد. در حالی که مسئولان اتحادیه اروپا به مؤثر واقع شدن این طرحهایشان در تاجیکستان تاکید می‌کنند، برخی کارشناسان که با این گونه طرحها سر کار کرده‌اند، ثمراناکی آن را به چند شرط بستگی می‌دهند. یکم شکل مستقیم یک به یک با صاحبکار، اگر که اینجا بی‌روها زیاد باشن، مثلا تشکیلات‌های کردیتی، یک علاوگی مانع پیدا می‌شود. پخته برای دهقان عادی فرمرادی همه ضررآور بود و ضررآور میماند. فقط سیستم دیگر کردن در کار که اینا نمیخواهند این کار کنند. در تاجیکستان سالهای اخیر سطح بلند تلفات نیروی برق یکی از مشکلات عمده تامین مردم با برق از جمله در موسم زمستان دانسته می شود. به اطلاع رسمی هر 5 کیلووات برق استحصال کرده تاجیکستان تلف می شود. در نیم سال 2024 2 میلیارد 230 از 2 میلیون کیلووات ساعت برق تاجیکستان تلف شده است که بیشتر از 21% نیروی برق استحصال شده را تشکیل می دهد. همچنین پایین رفتن ارزش پخته یکی از مالهای اساسی صادراتی تاجیکستان نیز سالهای اخیر توجه دهقانان را به کشت و پرورش آن کم کرده است. اما مقامات دولتی در نواحی پخته کار دهقانان را مجبور می کنند که قسم بیشتری زمینهای خود را پخته بکارند. قرار است دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا این هفته با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله در اوکراین گفتگو کند. استیو ویتکوف نماینده خاص ترامپ در امور خاورمیانه روز 16 مارس در صحبت با شبکه CNN مذاکرات خود را با پوتین در هفته گذشته مثبت خواند و اظهار امید کرد که پیشرفت واقعی در امر پایان دادن به این درگیری به دست آید. نماینده دونالد ترامپ افزود اگرچه وضعیت در میدان جنگ بسیار پیچیده است، ما در حال پر کردن خالیگاه میان دو طرف هستیم. دونالد ترامپ از قبل اعلان کرده بود که به جنگ روسیه ضد اوکراین پایان می‌دهد. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی آرک و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.
Praha. This is Radio Free Europe. Radio